ما اصلا اولتر از همه بگم که از لحاظ کار ایجادی من تقریبا سال دشوار احساس نکردم، چون همون فیلم های مستندی که گرفتیم، چند کار ایجادی هم کردیم، در رادیو کار کردیم، در مطبوعات چند مطلب هم نوشتیم، در صفحه یوتیوبی خودم هم فعال شدم. یعنی از کار ایجادی اونقدر مشکلی زیاد احساس نکردم، فقط در سمت کار گروه تئاتری کمتر احساس کردم که مثلا گروه تئاتری نگاه اینا هیچ کاری روی صحنه نبود متاسفانه. و دعوت به فستیوال ها امسال بود، ولی از اونایی که سرحدها بسته بود ما در جشنواره‌های بین الملل نتونستیم اشتراک کنیم. این هم یکی از احساس‌های سال دشوار من بود همچون یک جوان ایجادکار. و دشوارترین احساس من این است در سال 2020 که خیلی شخصیت‌های فرهیخته ملت از میان رفتن. هرچند با اکثریت آنها من دوست و آشنا و رفیق و همکار نبودم، ولی آنها شخصیت ملی بودند و از دست دادن آنها این فکر میکنم فاجعه ملت است و فاجعه انسانیت است. فقط همین من احساس کردم از سال 2020 دشوار که خیلی عزیزای ملت از دست رفتن.